سلام، وقت بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. چند تا نکته کوتاه رو خدمتتون عرض میکنم، مد نظر قرار بدید، چون به شدت در این زمینه اختلافات و دعاوی در دادگاه داره زیاد میشه. بهتره که شما آگاهی داشته باشید. یک موضوع رمز ارز هاست که متاسفانه آحاد جامعه ما وارد این محیط شده، داره معاملات، همه دارن معاملات رمز ارز میکنن، بیت کوین استخراج میکنن، نمیدونم مدل های مختلف این بازار رو وارد شدن، بازارهای مالی فارکس رو دارن فعالیت میکنن. ازم واقعا تا اونجا که میتونید اگر آگاهی ندارید وارد این محیط نشید، چرا که اصلا پشتوانه قانونی خوبی نداره و در محاکم هم روی این ماجراها جنبه کیفری کلاهبرداری صدق نمیکنه و بعضا طرفی اومده پول رو داده به کسی و که براش معامله بکنه، براش بیت کوین بگیره یا هر کاری انجام بده و بعداً پول گرفته و رفته. این کلاهبردار نیست دوستان که فردا بتونید اینجوری شکایت بکنید. پشتوانه قانونی محکمی نداره، عنوان کیفری هم روش صدق نمیشه، بیشتر جنبه حقوقی داره که اون آدم میشه بدهکار شما در بهترین حالت. شما اگر محکومش بکنید اون آدم میره دادخواست اعصار میده، قسط‌بندی میکنه و شما باید سالها منتظر دریافت پولتون باشین. لذا تا اونجا که میتونید واقعا از این فضا دوری کنید. موضوع دوم معاملاتیه که در مورد املاک با سند رسمی سبز رنگ انجام میشه. عزیزان، به هیچ عنوان نباید این معاملات، نقل و انتقال، اجاره، هر چیزی نسبت به املاکی که داره سند ثبتی سبز رنگ هست در بنگاه املاک انجام بشه. حتی این تخلف اتحادیه بهشون نامه زده، بخشنامه زده، قانون گفته حتما املاکی که داره سند ثبتی سبز رنگ هستن باید نقل و انتقالشون در دفاتر اسناد رسمی باشه و حتما این ماجرا رو مد نظر قرار بدید. بعضا میبینیم که چند میلیارد طرف میاد ملک میخره، اما در همون موبایلنامه‌های عادی می‌نویسن، در املاک می‌نویسن، اما محاکم قابلیت استناد نداره و یک خسارت بسیار زیاد بهشون وارد میشه. و ماجرای سوم هم خرید سرقفلی عزیزان رو من می‌بینم اومدن خرید سرقفلی انجام دادن به مبالغ بسیار کلان، اما کنارش عقد اجاره ننوشتن. حق سرقفلی تابع عقد اجاره است و لذا اگر سرقفلی بدون عقد اجاره تنظیم بشه قابلیت استناد نداره و به مشکل میخورید. امیدوارم این سه تا موضوع رو حتما مد نظر قرار بدید، برای دوستانتون بفرستید، چون خیلی زیاد شده از این دست پرونده ها، انشالله که متضرر نشید. خدا نگهدار.